ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ ализода абдурашид хоҷамкул. гуфтори 18. مانی. بازتاب نور در ظلمات. ابو منصور سعاریبی نیشاپوری که در دوره سامانیان زندگی کرده است، پیرامون مانی و تعلیمات او حکایت جالبی آورده است که نمونه کدورت و بدبینی روحانیان زردشتی و مورخان اسلامی نسبت به دین جدید می باشد. طور قبلا قید شد در دوره پادشاهی بهرام یک موبدان موبد کرتیر بوده است و در زمان حکمرانی 3 پادشاه ساسانی این وظیفه را اشغال کرده در تهیه دین رسمی ساسانیان، دین مزد یسنا، کوشش‌ها و جد و جهد فراوان انجام داده است. مکالمه‌ای که سعاریبی آورده است ظاهراً قبل از کشته شدن مانی صورت گرفته جریان مباحثه سروران دو دین را نشان می دهد. سعاریبی چنین آورده است: موبدان موبد رو به مانی کرده گفت: تو مرا به چی چیز دعوت می کنی؟ مانی گفت: به ترک دنیا و ویران ساختن آن، پرهیز از آمیزش با زنان، تا نسل آدمی قطع شود و این دنیای جسدی نابود گردد و مردم از جهانی نیکبختی به جهانی بدبختی نآید. زیرا روان روح‌های پاک خدایی با بدن‌های ناپاک اهریمنی آمیخته گردیده که خداوند از این آمیختگی در شکنجه و رنج است و آسایش او در جدایی پیکر و جان از یکدیگر است، تا اینکه مردمی تازه بیاورد و جهانی نو چنان که خواهد برپا سازد. زیرا مرگ آدمی را به زندگی جاودانی رساند و تا زمانی که جان در پیکر تن است مانند مرغی در قفس زندان است. پس موبد به او مراجعت کرد: آیا ویرانی خوب است یا آبادی؟ مانی پاسخ داد: ویرانی بدنها، آبادی جان است. موبد پرسید: به ما بازگوی، از کشته شدن خود آیا این خرابی است یا آبادی؟ مانی گفت: ویرانی بدن است. موبدان موبد گفت: پس شایسته آن است که بدنی تو را خراب کنیم تا جانت آبادان گردد. طوری که در اینجا مشاهده می شود، سعاریبی مثل سایر مورخان عصر میانه یک پهلوی منفی تعلیمات مانی را مبالغه کرده از جهت‌های دیگری مثبت آن صرف نظر نموده است. حکیم ابوالقاسم فردوسی نیز که داننده خوبی تاریخ باستانی نیاگان بوده است، همین صحنه را تصویر کرده مثل سعاریبی مصاحبه موبدان موبد را با مانی چنین آورده است: بدو گفت کی مردی صورت پرست، به یزدان چرا ساختی خیره دست؟
کسی کو بلند آسمان آفرید، بدو در مکان و زمان آفرید. کجا نور و ظلمت بدو اندر است، ز هر گوهر گوهرش برتر است. اگر اهریمن جفت یزدان بودی، شبی تیره چون روزی رخشان بودی. نگنجد جهان آفرین در جهان، که او برتر است از مکان و زمان. فرو ماند مانی ز گفتاری اوی، بپژمرد شاداب بازاری اوی. از متن بالا چنین خلاصه کردن ممکن است که دینی رسمی زردشتی در زمان ساسانیان نسبت به تعلیمات مانی در میان جمعیت عداوت و بدبینی پدید آورده، آن در دوره اسلام بیشتر و شدیدتر گردیده است. ولی به طور عموم مانی طرفدار آن بوده است که زندگی جمعیت انسانی در زمینه معرفت و دانش و بینش بنیاد کرده شده، حدود درک پدیده های طبیعت، عالم و کائنات تا رفت وسعت پیدا کند. در اینجا باید ذکر کرد که معرفت معنوی دارای تابش اشراقی می باشد، ولی در هر صورت معرفت دانش است و به هر اندازه که ما پیرامون محیط ما قبل دانش بیشتر کسب کنیم، به همان اندازه ما جهان را بیشتر درک نموده خودمان را بیشتر می شناسیم. موافق عقیده مانوی ها در مرحله یا دوره سیوم سیکل کیهانی که پایان جهان به شمار می رسد، بین قوه های روشنایی و تاریکی نبردی عظیم آغاز می گردد. از یک سو شهریاری عالمی ظلمت و تاریکی که مقدار دیوانی او زیاد شده در اطراف و اکناف جهان پراکنده شده اند، تلاش می کند تا برای ذخیره کردن پاره های نور زندان های جسمانی بیشتری به وجود آورد. از جانب دیگر پدری بزرگ یا زربان برای گسترش خیر می کوشد. روح از طریق معرفت و آگاهی آزاد می شود. آنگاه عیسی از نو ظهور کرده کرسی عدل و داد را برپا خواهد داشت و نیکوکاران را از بدکاران جدا خواهد ساخت. در همین هنگام ایزیدانی که گردش زمین ها و آسمان ها را تنظیم می کنند کار خودشان را رها خواهند کرد. آسمان ها و زمین ها با هم آمیخته گردیده سوختاری بزرگی زبانه خواهد کشید که 1469 سال دوام خواهد کرد. در آخر پاره های نوری آزاد شده به بهشت خواهند رفت. آنگاه ماده اهریمن با تمام شکل و مظاهر خود در یک کوی درونی مغاکی عظیم زندانی خواهد شد که بسری آن سنگی عظیم می پوشانند. اهریمن در آنجا در حبس ابدی قرار خواهد گرفت. همین طریق دو بون، دو جوهر برای همیشه از هم جدا خواهند شد. بهشت نو و بهشت روشنایی خواهد پیوست و موجودات آن یعنی ایزیدان و نجات یافتگان به دیدار پدری بزرگ یا زربان نائل خواهند گردید
و زندگی که پیش از آمیزش وجود داشت از سر گرفته خواهد شد. جمعیت مانوی از 5 طبقه که با 5 تجلی پدری بزرگ برابر است عبارت می باشد. این طبقه ها به شرح زیر تشکیل می گردید. طبقه اول مثل دین نصرانی شامل 12 رسول است که آنها را به زبان پهلوی فرستگان نامیدند و آنان پس از مانی و جانشین او بالاترین درجه معنوی مانوی را تشکیل می دادند و حکم خلیف و امامان او را داشتند. طبقه دوم 72 نفر اسقف یا اپیسکوپ بودند که به پهلوی اسپیسکان نامیده می شدند. طبقه سوم 360 نفر شیخان یا کشیشان مانوی بودند. طبقه چهارم را برگزیدگان به پهلوی ویزیدگان می گفتند که مأموری وضع و تبلیغ در میان مردم بودند. تعداد آنها نهایت بسیار بود. طبقه پنجم شنوندگان در پهلوی نیوشکان نامیده می شد. این طبقه عامه وسیع مردم بودند که شماره آنها به حساب بود. برگزیدگان نباید پیشه اختیار می کردند که باعث زیان عنصرهای طبیعت شود یا به کار مشغول گردند که سبب ثروتمندی و آسایش مادی گردد. خوردن گوشت حیوانات، آزار رساندن به ذره‌های نور که در نباتات پنهان است، به وسیله چیدن گیاه ممنوع بود. شراب را حرام می دانستند. آنها می بایست بیش از غذای یک روزه و لباس یک ساله از مال دنیا نداشته باشند. آنها بی زن زندگی کرده وقتی بیشتری خود را در سفر به خاطر انتشار پاکی و زندگی بی آلایش می گذراندند. طبقه آخرین از این دستور و قاعده ها آزاد بوده با شغل و پیشه های عادی خود مشغول بودند. آنها می توانستند گوشت خورند، زن بگیرند، ولی نباید به دنیا دلبستگی زیاد داشته باشند. واجبات طبقه پایانی عبارت از آن بود که خورد و خوراکی برگزیدگان را فراهم آورند. چون برگزیدگان گیاه و سبزوات می خوردند، شنوندگان باید این زحمت را به دوش گرفته برای آنها میوه، رستنی و سبزوات می چیدند. دادن زکات، گرفتن روزه، خواندن نماز و تمامی طبقه ها دخل داشته هر ماه 7 روز روزه می گرفتند. در یک شبانه روز 4 مراتبه به سوی آفتاب یا ماه نگریسته نماز می خواندند. شنوندگان روزی یکشنبه و برگزیدگان روز دوشنبه را مقدس حساب می کردند. به خود مانی معلوم بود که اجرای همه شرطهای مذهبی او کاری نهایت مشکل و تقریبا بیرون از امکان است. از این رو چون طبقه های اول تعداد محدودی را تشکیل می کردند و باید پس از مرگشان مستقیما به اصل خیش می پیوستند، انجام کامل و پره دستور و قانونهای مذهبی را به دوش آنان واگذار کرده بود. طبقه آخرین دستورهای مذهبی را موافق توانایی خود انجام می دادند. مذهبی مانی همچون دین شکل و ساختاری منظم و کامل داشته
همه نوعهای عبادت، سجده، دعا، اوراد، نیایش و نماز را در بر می گرفت. ترجمه یکی از دعاهای مهم مانویان که با عبادت صورت می گرفت در اینجا آورده می شود. من خود را برابری تو شکسته و به سجده، با قلب سرشار از پاکی، با زبان گرانبار از راستی، تو را ای خدای بزرگ، ای پدری نور و جوهری همه نورها ستایش می کنم. ای خداوند، تو مورد ستایش ما و تبارک هستی. کسی که تو را می ستاید کسی است که فرشتگان تو، برگزیدگان تو، کلامی تو، جلالی عظمتی تو و آنچه را که به نظری تو خوب و زیباست می ستاید. چون تو خدایی هستی که همه راستی، زندگی و نور و قدسیت از تو سرچشمه می گیرد. مانی بازتابی نور در ظلمات. به نظر چنین می رسد که به طور عموم اساس دینی مانی را ثنویت، دوگانه پرستی دینی مزدیسنا که اکثرا در بخش‌های نوین اویستا در ساحه فلسفه و اخلاق به چشم می خورد تشکیل می دهد. نام اکثری ایزیدان و فرشتگان آن نیز متعلق به دین مزدیسنا می باشد. ساختار نظام داخلی، بعض علامت‌های ظاهری، مراسم‌های جداگانه، چند از دعاها از آیین نصرانی گرفته شده است. بخش‌هایی که مانی در آن پیروان خود را به ترک دنیا، زهد، تقوا و گوشه‌نشینی دعوت می‌کند، از دین بودایی به آریت گرفته شده است. در دین مانوی مراسم‌های مرکب وجود ندارند. در آن به بعضی علامت‌های ظاهری، حرکت‌های مذهبی توجه کرده می شود که پیام به دستی راست، بوسه صلح جویی، سلامی برادرانه و دست دادن از جمله آنها می باشد. در آن همچنین به بعضی رسم‌های دینی، دعای و نیایش، سرودها و روزه اهمیتی مخصوص داده شده است. طوری که در بالا یادآوری شد، مانی از نابغگان زمان خود بوده، در فن نقاشی همتا نداشت و صحیفه های کتاب های خود را با تصویرهای زیبا که مبارزه قوه های نور و ظلمت را تجسم می کرد مزین می نمود. همچنین مورخان اختراع یک نوع خط را که اصل الفبای آرامی داشته، آمیخته سوریانی و پهلوی بوده است، به مانی نسبت دادند. این الفبا در نواحی آسیای مرکزی و سغدی زبانان پذیرفته شده، اکثری بازیافت‌های طرفان با آن ثبت گردیدند. مانی در شعر و موسیقی نیز استاد زمان خود بوده، در انکشاف آنها سهمی مناسب گذاشته است. مطابق نگاشته محققان، آیین مانی به زودی در آسیا و اروپا انتشار و گسترش یافت. در غرب و شرق ناداران، مستمندان، کمبغلان، بی‌بضاعتان که از مال و ثروت دنیا محروم بودند و زندگی مشکل و طاقت فرسا داشتند، پیروی آیین مانی می گردیدند.
مورخان ذکر کردند که زمان کشیمانی در روم و یونان چنان نفوذ و گسترش پیدا کرد که حتی به موجودیت دینی مسیحی تهدید نمود. سال 445 میلادی طبق پیشنهاد پاپای ریم تمام طرفداران و پیروان دین ایمانی از ریم و ایتالیا خارج کرده شدند. در سال 527 قیصر روم کنستانتین قانونی برآورد که موافق آن طرفداران دین ایمانی محکوم به مرگ گردیدند. صادر شدن چنین قانونها در مملکت‌های اروپا پیش راه انکشاف دین مانوی را گرفت. دین ایمانی برخلاف آن که از جانب حکومت و روحانیان اسلامی منع گردیده پیروان آن شدیداً محکوم می شدند، در خلافت عرب نیز گسترش پیدا کرده بود. موافق معلومات نامه مکملی که ابن ندیم در الفهرست آورده است، وزیران، دانشمندان و بسیار شخصان معروف خلافت به این گناه عیبدار کرده شدند. مرکز دین ایمانی تا سده 13 کلیسای نور نامیده شده در تیسفون مدائن قرار داشت. بعداً چون دین اسلام آن میدان را تنگ کرد، کلیسای نور به سمرقند انتقال داده شد. مذهب مانوی در این منطقه نفوذ بیشتر پیدا کرده سرزمین‌های وسیع را تسخیر نمود. مطابق فرمان امپراتوری چین از سال 732 میلادی مذهب مارمانی یا مامانی آزاد اعلان کرده شد. در اساس فرمانهای سالهای 768 و 771 به این مذهب اجازه داده شد که معبدهای خود را آزادانه بنیاد نماید. از سال 763 تا 840 مذهب مانوی دینی رسمی دولت اویغورها اعلان شده. این دولت در میان رودهای ایلی و زرد قرار داشت. ابن ندیم در الفهرست حکایت عجیبی آورده است که حدود انکشاف این دین را در آسیای مرکزی نشان می دهد. در سمرقند حدود 500 نفر مرد از مانویان گرد آمده بودند و امرشان شهرت یافت و صاحب امیر خراسان تصمیم گرفت آنها را بکشد. ملک چین فکر می کنم صاحبی تغوزغوز به نزد او کس فرستاد و گفت که در مملکت من از مسلمانان بیش از همکیشان من در مملکت تو است و سوگند یاد کرد که اگر صاحب خراسان یکی از آنها را بکشد، در عوض همه آنها را خواهد کشت، مساجد را خراب خواهد کرد و بر مسلمانان دیگر کشورها مأموریت خواهد گماشت تا آنها را بکشند. پس صاحب خراسان آنها را به حال خود گذاشت و از آنها جزیه گرفت. اخلاق مذهبی، عقیده های فلسفی و جمعیتی ایمانی به فلسفه دین‌های معاصر جهانی تأثیری عمیق داشته است. با وجود آنکه فلسفه ادریه که مدار بحثش درباره منشأ عالم و سبب‌های پیدایش شر بوده، تاریخی بیشتر و طولانی تر دارد، به هیچ شبهه
در زیر تأثیر جنبه‌های گوناگونی عقیده‌های گناستیکی ایمانی قرار گرفته است. در دین اسلام بسیار فرقه ها را نامبر کردن ممکن است که در زیر تأثیر آیین ایمانی قرار گرفتند. گذشته از این بعضی جریان های معنوی که عقیده های ایمانی را مستقیما پذیرفته بودند به دوگرایی، زنادیقه و مجوس عیبدار کرده می شدند. نقطه دیگری که قابل یادآوری است این است که عقیده های مذهبی ایمانی در دین نصرانی و شاخه های مختلف آن رسوخ کرده در اروپا و امریکا در شکل گروه و فرقه های گوناگونی فعالیت دارند و در اکثرشان رکنهای عمده مذهبی باستانی حفظ گردیده با دوران معاصر هماهنگ کرده شدند. در میان آنها از فرقه های پولیکنی، باگیمیلی، لیتری، البیگی می توان نام برد. یکی از بخش های مشهوری امروزه آن مذهبی مارمانی می باشد که در ایالات متحده امریکا، کانادا، مکزیک، جزیره های اوکیانیا و بعضی مملکت های اروپا فعالیت می کند. امروز شماره پیروان آن فقط در ایالات متحده امریکا چند میلیون است. شما گفتار 18 را از روی کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره‌های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمخل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.